یکی آمد پیش مجنون، ازش سوال کرد که چرا عاشق لیلی هستی؟ گفت چی؟ گفت چرا عاشق لیلی هستی؟ گفت چی؟ گفت چرا عاشق لیلی هستی؟ گفت چی؟ بعد گفت نمیفهمی چرا عاشق لیلی هستی؟ گفت چی؟ هر چی اون میگفت اون گفت چی؟ آخر نهایتا اون گفت چه کاری تو؟ ببینید اسم اصلی مجنون قیس بود، اما از فرط محبت لیلی به اینجا رسید بود. عشق مولا کی کم از لیلا بود. او اللهی که بر یک نطفه صورتگری کرده لیلایی خلق کرده، صورتگری او بوده که این را آفریده و یکی مجنون او شده. مجنون اسم مستعار او بود، لقب او بود، اسمش قیس بود، از فرط محبت لیلی. و آخر یکی کتککاریش کرد، بعد گفت چرا عاشق لیلی هست؟ چون لیلی خورده سیاه چرده هم بود، از این زیباترها زیادن. گفت چی؟ آخر یه عاشق دیگه اونجا بود. گفت ببین این وقتی میشنوه لیلی بقیهشو نمیشنوه، و اگر جواب تو رو بده دیگه تو نمیگی لیلی، بنابراین میخواد لیلی بشنوه، بقیه رو نمیخواد بشنوه. عشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلا میکنم. گر میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. در اسرائیلیات آمده احادیثی که از امتهای گذشته برای ما آمده و ما نمیتونیم بر صحت و سقم اینها کاملا صحه بگذاریم، نمیتونیم کاملا رد کنیم، اما آمده که یک زمانی فرشته های ملای اعلی گفتن الله چرا ابراهیم رو به مقام خلت رسوندی؟ چرا او رو خلیل کردی؟ الله تعالی به این ملائکه گفت برو به هیئت و شکل یک انسان و بگو الله، ببین ابراهیم من چه میکنه. حضرت ابراهیم علیه السلام چند تا گوسفندایی داشت. اون رفت تو یک محلی که دیده نمیشد، یه خورده پایین تر بود. گفت الله، ابراهیم به وجد آمد، نام رب من مولای من کی بود؟ اسم الله گرفت، دوان گله رو فراموش کرده، دیوانوار به سمت صدا دیدی که اونجا نشسته. گفت چه گفتی؟ گفتم الله. گفت یک بار دیگه بگو. گفت چه میدی اگر یک بار دیگه بگم؟ مجانی نمیگم. گفت چی میخوای؟ تو بپسند. گفت یکی از این چاقترین و بهترین گوسفندات میخوام. گفت مال تو بگو. اون گفت الله. گفت یک بار دیگه بگو. گفت چی میدی این دفعه؟ گفت هر چه تو بی. گفت کل گوسفنداتو میخوام. گفت کل گوسفندا از تو، بگو الله. باز اون به هیئت و شکل یک انسان بود ملائکه، اون باز گفت الله. گفت یک بار دیگه بگو. گفت چه میدی اگر یک بار دیگه بگم؟ گفت هر چه بخوای. گفت چیزی نداری. گفت ابراهیم و همه نسل اولاد او غلام تو میشه، یک بار دیگه بگو. اون ملائکه گفت به تو تبریک میگم، تو آسمان و ملای اعلی فقط این شور و ولوله بود که چرا تو خلیل بشی، تو که برای نام الله اینقدر عشق بازی میکنی و همه هستی و زندگی رو فدا میکنی، واقعا تو لایقی که خلیل الله باشی. لیلی و مجنون قصه های مختلفی در رابطه با عشقشون اومده. میگه ای زمانی مجنون اومد تو مسجد نزدیک خونه لیلی معتکف شد. خب روش نمیشد مستقیم بره اونجا در خونه شد بکوبه بگه من اومدم، همونجا معتکف بود. عشقش همین بود که تو محله لیلیه، عشقش همین بود که بوی از لیلی به مشامش میخوره، عشقش همین بود که در کوچه لیلی الان امر علی الدیار دیار لیلی اقبل ذا الجدار و ذا الجدار ما حب الدیار شقفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار.
در و دیوارا رو میبوسید. بهش گفته این در و دیوارا که شعور احساسی ندارن، چرا با اینا ابراز محبت میکنی؟ گفت من با این در و دیوار محبت نمیکنم، با اون کسی که تو این در و دیوار سکونت داره. لیلای من اینجاست، چون او رو دوست دارم، در و دیوار محلش هم دوست دارم، با اینا دارم محبت میکنم. برحال مجنون تو مسجد معتکف بود به ظاهر، اما نه برای الله. معتکف کی بود؟ لیلا خانم بود. یه جورایی بهش خبر رسوند که من تو مسجدم، خبردار شد. لیلی هم یواشکی حلوایی درست کرد، دست یه بچه ای داد، گفت ببر مسجد بده به لیلی، بده به مجنون. این حلواها رو آوردم در مسجد. بعد گفت مجنون کیه؟ این حلواها رو لیلی فرستاده. اونجا 7-8 نفر ماشاءالله شکمباره نشسته بودن. تا بحث حلوا آمد اینا بلند شدن گفتن ما همه مجنونیم. سین رو تا ته خوردن. مجنون واقعی اون گوشه مسجد فقط به حلوا نگاه میکرد و از دیدن لذت میبرد، نه از خوردن، چون مال لیلی بود. روز بعد شد، باز 2 مرتبه سینی حلوا آمد. مجنون کیه؟ اینا همه ریختن، گفتن ما همه مجنون. شروع کردن خوردن. روز سوم، روز چهارم. آخر لیلی گفت این چطور مجنونیه که میخوره؟ اما پیغامی پسغامی حرفی حدیثی به بچه گفت؟ چیزی نگفت. گفت آخه یک مجنون نیست، ماشاءالله مسجد پر مجنونه. عجب، تو هم هر روز حلوا رو میبری دست همه اینا میدی؟ گفت بله. گفت ببین فردا که این حلوا رو بردی مسجد، هر کی گفت من مجنونم بگو اشکال نداره. یه ظرف کوچک با یک تیغ تیز داد، گفت یک ذره از خون شاهرگ خودتون به من بدید، من میخوام با خون شما عشق کنم. بچه اینو برد تو مسجد. گفت مجنون کیه؟ همه گفتن ما هستیم. گفت صف کشید. گفت چی شد؟ بعد یارانه‌ای شد، کپنی شد، چه خبر شد؟ بعد گفتن نه آقا امروز معامله یکم فرق میکنه. لیلی از شما خون خواسته. تا بحث خون آمد همه اینا فرار کردن، رفتن، سینی خالی موند. بعد بچه رو صدا کرد، گفت بیا اینجا. مجنون واقعی گفت بیا اینجا، بیا. شاهرگ خودش رو زد، ظرف پر خون کرد، پر شد، پر شد، لبریز شد. دست رو گرفت، گفت ظرف دیگه ای نیست. گفت نه. بعد گفت حلوا رو چیکار کنن؟ گفت بده به اون مجنونای حلوایی بخورن. هر زمان خون بود از من بخواه، هر موقع جان بود از من بخواه، هر موقع حلوایی بود بده به این مجنونای حلوایی.